های گایز، چنل سینما فیلم رو دنبال کنید. قبل ویدیو لایک یادتون نره و بعد ویدیو نظرتون رو کامنت کنید. چیزی تا شروع فیلم نمونده. لحظه منتظر میمونیم تا تصویر رو به حالت تمام صفحه در بیارید. سری فیلم های احضار بر اساس یک داستان واقعی، جز ترسناک ترین فیلم های دنیا. خانواده‌ای که 5 دختر داره و به یک خانه روستایی نقل مکان میکنه. My house! پس از مدتی متوجه میشن که خونه توسط قدرتی مرموز و ناشناخته کنترل میشه. فیلم مرد نامرئی. سیسیلیا که هنوز زخم‌های حاصل از جدایی از همسرش رو التیام نبخشیده، سایه سنگین روحش رو توی خونه‌اش احساس میکنه. کارگردان به وسیله مرد نامرئی داستان پرده از حقایقی نامرئی برمی‌داره. Surprise. فیلم آدم درست رو راه بده. What happened in those sewers was just the beginning. تجربه اولین عشق در کودکی با جنسی متفاوت که یک طرف این داستان یک خوناشامه. You threw him out there to burn along. Speak to me that way! سجین، یک مجموعه فیلم ترسناک سوپرنشنال ترکیه‌ای. از همان ابتدا مورد استقبال جهانی قرار گرفت. بربرها، فیلمی ترسناک و هیجانی، محصول سال 2022. Cleaning my gun. یک خانه پر از نفرین‌های قدیمی. ساب یادت نره و چنل تلگرام ما رو هم دنبال کن.